الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 36 از آموزش و شرح و تفصیلات کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه باقی مانده از مسائلی که در این کتاب آمده است به شما بیان میکنیم. موضوع امروزه ما این است که سرائر اهل القبلة العصاة توکل الى الله هل عصوا اشتهاء او استحلالا. پنهانی درونی اهل قبله، ما درون اهل قبله را، پنهانی اونها را که از اهل قبله گناهگاران هستند به الله میسپاریم. یعنی ما به ظاهر انسان بها میتیم و باطن او را کفت و کاو نمیکنیم. الرازیان میگویند که ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی رحمهم الله و نکلوا سرائرهم الى الله عز وجل، و ما میگذاریم باطنی یا سر و پنهانی آنها را به الله عز وجل. معنای سخن چیست؟ معنای سخن این است که ما اهل سنت و الجماعت هر کسی را دیدیم به ظاهرش حکم میکنیم و به ظاهرش او را بها میدهیم، اما باطن او را کفت و کاو کرده، جاسوسی کرده و از باطن او همیشه یعنی به کفت و کاو و به جاسوسی برآوردن درون باطن او را حرکت نمیکنیم. از همین جهت است که عمر ابن الخطاب رضی الله عنه در روایت صحیح که در سنن و مسند آمده است گفتند زمانی که رسول الله زنده هستند به ما الله خبر میداد که کدام انسان چگونه است، قلب کدام انسان نفاق دارد و کدام انسان راست میگوید و کدام انسان دروغ میگوید. اما بعد از وفات کردن رسول الله ما به ظاهر انسان گفتن نظر میکنیم. من اظهر لنا الخیر امناه. هر کسی که به ما ظاهرش را خوب نشان داد، مسلمان نشان داد، ظاهرا نماز خواند، زکات داد، شرک و کفر را انجام نداد، ما او را میگذاریم و او را مسلمان حکمی میشماریم. و اما کسی که به ما ظاهرا شر را بدی را نشان داد، من اظهر لنا الشر، هر کسی که به ما ظاهرش را بدی نشان داد ما به او به همون حکم ظاهرش معامله میکنیم. کسی که اسلام را به ما نشان داد، کسی که نماز خواند، روزه داشت، زکات داد، لا اله الا الله محمد رسول الله را گفت، خود را از اهل قبله اعلان کرد، از او ما کفر و شرک را ندیدیم، اما باطن او را ما نمیدونیم، دل او را ما نمیدونیم، ما به ظاهرش میگیم که مسلمان حکمی است. اما یک نفری دیگری از جانب دیگر خود را مسلمان گفت، نماز خواند، اما باز شرک اکبر را نشان داد، کفر اکبر را نشان داد، ما دیدیم از او، ما او را ظاهرش را حکم میکنیم مشرک است. انا همین است عقیده سلف صالح بارک الله فیکم. یعنی ما هر کس را به ظاهرش حکم میکنیم. به یک مسجد در آمدیم که در مسجد انسان ها نماز میخوانند، در اول میگیم که اینها مسلمانند. وقتی که از اونها کفر و شرک را ندیدیم مسلمانند. وقتی که یگان نفر از اونها را کفر و شرک اکبرشون را دیدیم به ظاهرش حکم میکنیم مشرک است. بدون ضرورت، بدون احتیاج ما کسی را امتحان نمیکنیم. هر یک مسلمان را اینجا بیا من تو را امتحان میکنم، عقیده تو در فلان مسئله چی است، این است آن است، نه، در غیر ضرورت نه. اما حالتی که ضرورت و احتیاج داشته باشد، به خاطر یگان امنیت، به خاطر مثلا پیش از دختر دادنتون به کسی که شما میخواهید به یک مرد دختر بدهید، پیش از همین او را اگر امتحان بکنید، پیش از گوشت او را خوردن امتحان بکنید، پیش از
نماز به او اقتدا کردن اگر او را بفهمید یا گفتگو بکنید در این حالت جایز است، اما در غیر این حالت بدون ضرورت جایز نیست. بارک الله فیکم. زیرا که این گفتگو دل است، بدون ضرورت جایز نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم همچنین کاری را نکردند، صحابگان این عمل را نکردند در حالتی که منافقها وجود داشتند و بدی هم وجود داشت. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم منافقها وجود داشتند. میشد که پیامبر یک نفر منافقها رو بیارند و یک تا به یک تا چی کنند؟ گفتگو بکنند، اما نکردند. ببینید زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به جنگ تبوک رفتند، تقریبا میگن علمای سیر و مغازی میگن که تقریبا 80 نفر از صحابگانی که در همون وقت بودند، یعنی انسان‌هایی که بودند در همون وقت چی کردند؟ مخالفت کردند، با همراه پیامبر نرفتند. بضعة و 80 رجلا میگن، یعنی تقریبا 83 نفر، کمتر و زیادتر بودند. کعب ابن مالک میگه خیلی که در حدیث صحیحین امام بخاری و مسلم اونده است، فقبل منهم علانیتهم. وقتی که رسول الله از جنگ تبوک آمدند، این 83 نفر کمتر زیادتر به نزد رسول الله آمدند، عذرهای خود را پیشنهاد کردند. گفتند پیامبر ما این چنین عذر داشتیم، آن چنین عذر داشتیم. پیامبر اونها را ظاهرا قبول کردند و بیعت کردند و اونها را بخشیدند، اما پنهانی اونها را، باطن اونها را، دل اونها را به الله سپاریدند. الله میداند. ظاهرا اونها گفتند که ما این خیل کردیم یا اون خیل کردیم، ما صادق هستیم، گفتن پیامبر قبول کردند، اما باطن اونها را الله حقیقتا خودش میداند. کدامی از اونها به نفاق نرفت و کدامش صادقانه عذرش را قبول کرد و غیره و غیره. امام بخاری و مسلم این حدیث روایت میکنند. و پیامبر در حدیثی که ابو سعید الخدری از قصه خالد بن الولید روایت میکنند و حدیثی که از قصه اسامه بن زید بن الحارثه روایت میکنند که پیامبر میگن لم اومر ان انقب عن قلوب الناس، من از جانب الله امر کرده نشدم که قلب های انسان ها رو گفتگو کنم و من قلب اونها رو کشایم و ببینم. پیامبر صلی الله علیه و سلم پنهانی مردم رو هم ترک نمی کردند، بلکه پیامبر باطن انسان ها رو با نصیحت کردن در روزهای جمعه یا که در روزهای عید و بعضی از نصیحت های عمومی اینها رو چی می کردند؟ اینها رو اصلاح می کردند، مردم رو می ترسانیدند از الله، به ترس الله دعوت می کردند و دعوت می کردند که هم باطن و هم ظاهر باید خوب باشد، اما یک انسان معین رو باطنش رو گفتگو نمی کردند. و پیامبر گشته و برگشته چندین بار می گفتند ایاکم و شرک السرائری، احتیاط باشید به شما، یعنی من شما رو تنبیه میتیم از شرک پنهانی. شرک پنهانی یک شرک خفیه هست که خود انسان نفهمیده میماند. این شرکی که بارک الله فیکم در هر یک انسان به وجود آمدنش ممکن است، الریه. از همین جد پیامبر گفتن این اخاف ما اخاف علیکم شرک الاصغر، سخت‌ترین چیزی که به امتم میترسم، شدیدترین چیزی که میترسم این ریا هست، این شرک اصغر است که این ریا است. بارک الله فیکم. از همین جهت برادران و خواهران عزیزم، منهج اهل سنت و الجماعت و اصولی که اهل سنت و الجماعت در باب معامله کردن و اعتقاد قبول نمودند این چی است؟ معامله کردن و حکم دادن به ظاهر انسان است. یعنی هر کسی که ظاهرش اسلام باشد ما او را حکم اسلام میتیم. شاید او منافق باشد، شاید او در پنهانی شرک کند، کفر بکند، اما ما نمیدانیم. مثلا حذیفه بن الیمانی رضی الله عنه، صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم، نامهای منافقینی که پیامبر به او گفته بودند، این نامهای منافقین را به دیگر بزرگترین از کبار صحابه را هم خبر ندادند. یعنی حذیفه این سر را نه به ابوبکر نه به عمر به کسی خبر ندادند. منافقا را میشناختند اما خبر ندادند.
زیرا که مشکلی منافقا در قلبشان است، نه در ظاهر. ظاهرا منافقا خود را همچون مسلمان نشان میدهند. ما باید همچون مسلمان به آنها معامله کنیم، زیرا که ما درون آنها را نمیدانیم. حذیفه هم نمیدانستند، اما پیامبر خبر دادند. پیامبر هم نمیدانستند، لیکن به پیامبر الله خبر داد. باطن انسان ها را، درون انسان ها را ما نمیتوانیم که بفهمیم. از همین جهت این باطل است که کسی بگوید این ظاهرش مسلمان باشد هم باطنش کفر است. گفتن این باطل است، درست نیست. ظاهرش اسلام باشد این مسلمان است. ظاهرا اگر کفر اکبر، شرک اکبر نکند، ظاهرا اگر طاغوت پرستی نکند، ظاهرا لا اله الا الله گوید و به سوی قبله نماز خواند، این مسلمان است. اما باطن او را به الله میگذاریم که باطنش حکمش چیست. الله میداند. شاید در حقیقت هم ظاهرا و هم باطنا مسلمان باشد و شاید باطنش نفاق باشد و منافق باشد. باطن انسان ها این حق الله است. کفت و کو کردن و کشمکش کردن در سر و پنهانی انسان ها، این منازعه کردن در حق الله است. والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. سوره نحل 19. الله میداند آن چیزی که شما پنهان میکنید در قلبهای شماست و آن چیزی که شما آشکار میکنید. ما نمیدانیم، ما فقط آشکاری رو میدانیم. ظاهری یک انسان رو میفهمیم و میدانیم، باطن او رو نمیدانیم. از همین جهت الله سبحانه و تعالی در قرآن و به سنت به ما فهمانید که ما به حکم ظاهری انسان نظر میکنیم و ما را رسول الله از کفت و کو کردن غیر ظاهر باطن من کردند و پنهانی انسان ها در روز آخرت آشکار می شود. بسیار انسان هایی هستند که در این دنیا مسلمان هستند، من و شما او را مسلمان میگیم، در روز قیامت می رویم که این یک مشرک بود است، او یک منافق بود است. و در روز قیامت حقیقت ایمان انسان آشکار می شود، حقیقت ایمانی که در قلبش هست. در سوره طارق آیت 9 الله میگه یوم تبلی السرائر. روز قیامت روزی است که او چیزهای پنهانی که در قلب هست آشکار می شود، به بیرون می براید. بارک الله فیکم. پس برادرم و خواهر موحدم، این است عقیده ما که در همین عقیده خوارج ها یک مذهبی باطل خود را دارند و مرجئه ها یک مذهبی باطل خود را دارند و البته که اهل سنت و الجماعت مذهب حق، طائفه منصوره، فرقه ناجیه یک مذهب را دارد. بارک الله فیکم. خوارج ها میگویند مثلا در معامله کردن مردم، ببینید ما درباره معامله گپ رفته ایستاده است. موضوع ما همین است که ما انسان ها را که ظاهرا خود را اسلام مسلمان نشان میدهند، یعنی چی؟ نماز میخوانند، لا اله الا الله میگند، حکم اینها را ظاهرا مسلمان میگوییم، اصلشان را اسلام میگیم یا کفر میگیم؟ اصلشان اسلام است و اینها مسلمانند. ما از پنهانی اونها، از قلب اونها، از درون اینها بیخبریم و درون اونها را به الله می سپاریم. این مذهبی اهل سنت و الجماعت است که اجماع علما را ابو حاتم الرازی و ابو زرعت الرازی ذکر کردند. اما خوارج ها می گویند هر کسی که اسلام را ظاهر بکند، هر کسی که در درون مسجد نماز خونده ایستاده باشد هم، او در نزد ما کافر است. ظاهرش اسلام باشد هم کافر است. تا همان وقتی که ما باطن او را نفهمیم و عقیده او را نفهمیم، او در نزد ما کافر است. این اعتقاد خوارج است. از همین جهت خوارج ها میگویند اصلی همه انسان ها کفر است، همه انسان ها کفرند. اگرچه نماز خوانند،
اگرچه روزه دارند، اگرچه زکات بدهند، اگرچه حج بروند، اگرچه اهل قبله باشند، اینها را خوارج ها کافر میگویند و میگویند که تا زمانی که عقیده اش را نفهمیدیم، باطنش را نفهمیدیم، عمیق و دقیق نشناختیم، این کفر است. این مذهبی خوارج مخالف منهج اهل سنت و الجماعت است. امروز هم این عقیده وجود دارد. این عقیده خوارجی غلوی افراطی امروز هم وجود دارد. بعضی از جوانها هستند که میبینند که مثلا 10 نفر نماز خونده ایستاده است، اما همین 10 نفر را نمیشناسند، عقیدهش را نمیدونند. 10 نفر نمازش نمازی که به مانند اهل سنت نماز خونده ایستاده است، میگن که هر 10 نفرش کافر است. میگن چرا؟ سوال میکنی چرا؟ میگوید که من او را نمیشناسم، عقیده او را نمیدونم. به ظاهر حکم نمیکند. انا این است عقیده خوارج ها. اما به مقابل خوارج ها یک مذهب دیگر است. این مذهب را ما میگیم تفریطی. اگر خوارج ها افراط کرده باشند، اینها تفریط کردند. خوارج ها غلات شده باشند، اینها جفات شدند. خوارج ها خروج کرده باشند از منهج، اینها ارجاع کردند. اگر خوارج ها به مردم ظلم کرده و خون مال اونها را حلال کرده باشند، مرجعه های خوبسا دین مردم را نابود کردند، دروازه های کفر و شرک را گشودند. این طائفه مرجعه است. مرجعه های زمانه که جوش میزند، بینیات زیاد است. این گمراه ها بینیات زیاد است. همه فرقه ها خوارج است، بگویم مرجعه ها است. این مرجعه ها میگویند که ببینید، خوارج ها ظاهری انسان مسلمان باشد هم، ظاهرا انسان اسلام داشته باشد هم تکفیر میکردند. مرجعه ها ظاهری انسان کفر اکبر شرک اکبر باشد هم مسلمان میگن. انا این از تناقضات خوارج و مرجعه. مرجعه ها 100% غلو کردند مخالف خوارج. خوارج ها غلو کردند در اثبات کفر، مرجعه ها غلو کردند در اثبات اسلام. خوارج ها ظاهر انسان اسلام باشد هم کافر گفتند، مرجعه ها ظاهر انسان کفر شرک باشد هم مسلمان گفتند. خوارج ها مسلمان های را که ظاهرا اسلام دارند که به کفر اکبر و شرک اکبر حالا واقع نشدن، ندیدند که اینها واقع شده، ندیده و نفهمیده علامت اسلام دار را کافر گفتند. مرجعه ها دیده و دانسته مشرک را مسلمان گفتند. شما خوب دقت بدید، امروز کسانی که عاذر المشرک هستند، مشرک را مسلمان میدانند، اینها مرجعه های غلات زمانه، اینها غلو کرده های تفریطی جفات. مشرک را بعضشون میگن که ما بالعموم مشرک میگوییم، اما یک آدم معین یا که یک 10-15 نفر معین رو بینیم، ما اونها رو مشرک نمیگوییم، مسلمان میگوییم. مشرک نگوییم چی میگوییم؟ مسلمان میگیم. یعنی مشرک را مسلمان میگویند. الله المستعان. پس منهج اهل سنت و الجماعت وسط است، هم مخالف مرجعه ها و هم مخالف خوارج ها. اگر یک نفر شرک را ظاهر کرد، یک نفر کفر اکبر را ظاهر کرد، یک نفر را دیدید که طواف در غیر کعبه میکند، در گرد قبر، ذبح به غیر الله میکند، نظر به غیر الله میکند، سجده به قبر میکند، نماز به قبر میخواند، طلب دعا از قبر میکند، طلب فرزند میکند، طلب کمک میکند، این آدم ظاهرا شرک اکبر را انجام داد. به شما واجب است که شما ای را
از اسلام خارج بکنید و بگویید که مشرک است. برای که به شما واجب است که در منهج سلف باشید و منهج سلف به ظاهر است و ظاهر انسان شرک اکبر است، پس این مشرک است. یک انسان را دیدید که الله را دشنام می دهد، رسول الله را دشنام می دهد، دین را دشنام می دهد، صحابگان را به حکم ردت دشنام می دهد و یا استهزاء و دین قرآن و سنت و الله و رسول و ملائکه و جنت و نار و آیت های الله می کند، یا کسی را دیدید که الله را در بالا نمی داند و میگد که الله در همه جا هست، حلولی شده، به شما واجب است که این را کفر بگویید. زیرا که ظاهری این کفر است، ظاهرش کفر است. اگر شما این را مسلمان بگویید، چگونه مسلمان میگویید در حالتی که ظاهرش کفر است؟ اجماع سلف است که ما به ظاهر عمل میکنیم. اما یک انسانی را دیدید که لا اله الا الله گفته، نماز میخواند، عملهای ظاهری سنتی را دارد، یا در مسجد دیدید اما از عقیده او بیخبرید، این یک مسلمان حکمی هست، مسلمان است، ظاهرش اسلام است، از باطن او شما خبر ندارید. بارک الله فیکم. این است نشانه منهج اهل سنت و الجماعت. همین است که الله در قرآن گفته است، در سوره نساء آیت 192 بود، والله اعلم: ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا. هر کسی که به شما آمدو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت، یعنی یک علامت اسلام را ظاهر کرد، یک باره این را شما مؤمن نیستی، تو کافر هستی نگویید. علامت اسلام را نشان بدهد، شما به همون علامت اسلام او را مسلمان بگویید، تا زمانی که غیر این، یعنی مخالف اسلام بودنش آشکار شود، یعنی کفتکو بکنید، تبیین بکنید. البته علامت ها امروز مشترک شده است. بسیار علامت هایی که در زمان قدیم علامت مسلمان ها بود، امروز میبینیم که علامت مشرکین هم شده است. مثلا در زمان صحابگان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتن، این علامت مسلمان ها بود. امروز میبینیم که علامت قبوری، رافضی هم این سخن را میگن. پس این علامت نیست. ریش گذاشتن در یک وقت علامت مسلمان ها بود، اما امروز مثلا در اروپا، در دولت های کفری میبینید که کافرها ریشش رو، جوانهای کافر ریشش رو مثل اهل سنت و الجماعت میموند، یک ماده برای اونها شده است. پس ریش گذاشتن هم علامت اسلام نیست. شما در متروهایی که در اروپا و روسیه هست، در دیگر دولت های کفری هست، میبینید که چقدر جوان بچه ها مویلبش رو پس کرده و ریشش رو زیبا و بزرگ گذاشته و شیمش رو هم کوته کرده، اسبالش نیست، شیمش رو کوته کرده. شما نگوید که این ریش دارد، مویلب ندارد، شیمش کوته است، پس این برادر مسلمانی من است. وقتی که میروید میبینید که این یهود است، این نصارا است. پس ریش هم و شیم را کوته کردن هم این علامت الان حاضر اسلام نیست. یک باره این فقط به همین خودی همین علامت تنها یک کس را مسلمان گفته نمیشود، زیرا که کافرها در این علامت یعنی مشترک شدند، کارهای مسلمان ها را کافرها انجام میدهند. امروز مثلا کدام علامت است که ما با همین علامت یک کس را مسلمان میگیم؟ مثلا نماز خواندن. کافر، یهود و نصارا، مشرک، بودیست نماز نمیخواند. یک کسی را در مسجد دیدید نماز میخواند، تمام مسلمان است. یک کسی را دیدید که خودش به شما گفت که الحمدلله من مسلمانم، الحمدلله من 5 وقت نماز میخونم، پس مسلمان است. حکمی مسلمان حکمی است، نه حقیقی. از همین جهت ما بعد از این که این ظاهر را گفتیم، دارالاسلام و دارالکفر را احکامش را جدا میکنیم، به شما میفهمانیم. خوب دقت بدید. در دارالاسلام اگر سرزمین اسلامی باشد
سرزمین اسلامی باشد، در اینجا کسانی که ریش دارند، در اینجا کسانی که اسبال نمیکنند، اینها علامت اسلام، اینها مسلمانند. در دارالاسلام اصل اسلام است. خوب دقت بدید، در منطقه‌ای که مسلمان ها نشین هستند اصل اسلام است. اینها اصلشان اسلام است و مسلمان هستند. در دارالکفر به مانند روسیه، امریکا و اروپا و دارالکفر، دارالکفر اصلی اصل کفر است. اما یک نمود دارالکفر دیگری وجود دارد، دار سوم، دارالطوارئ، دار زمینی که در اصل اسلامی بود لیکن کفار غلبه کردند، به مانند ترکیه، به مانند مصر، به مانند تاجیکستان، ازبکستان و غیره، تترستان، کافکاز، اینها در اصل دولت‌های اسلامی بود قدیم، اما کفار به زیر ضبط در آوردن، الان دارالکفر است. این را دارالطوارئ میگیم. منطقه خود زمین مسلمان های، خود انسان هایی که در اینجا زندگی میکنند اسلام مسلمان هستند، اما دارالکفر است. پس ما در دارالاسلام مردم را میگیم اصلشون اسلام است، در دارالکفر اصلشون کفر است. اما در دار سوم دارالطوارئ میگیم که به اغلبیت نظر میکنیم. اگر در دارالطوارئ کفار زیاد باشند اصل کفر است، اسلام زیاد باشد، مسلمان ها زیاد باشند اصل اسلام است. ما هیچ کسی رو یک باره در دارالکفر، مثلا در دارالکفر آیا ما همه رو میگوییم که این دارالکفر است همه کفر است؟ آیا میگوییم؟ نمیگوییم. این منهج خوارج است. آیا ما میگوییم که در دارالکفر هم همه مسلمان است؟ نه، این منهج مرجع است. ما در دارالکفر به ظاهر نظر میکنیم، در دارالاسلام هم به ظاهر نظر میکنیم. در دارالکفر وقتی که دیدیم که یک انسان مسلمانم گفت و فهمیدیم که مسلمان است، تو مسلمان میدیم. یک آدم رو دیدیم که گفت که من مسلمان نیستم، یا که گفت که من مسلمانم اما شرک اکبر رو انجام میدهد، کفر اکبر رو انجام میدهد، طاغوت پرست است، جنود طاغوت است، این رو ما ظاهرا کافر میگیم، مشرک است، کافر است، مرتد است. اما یک آدم سوم است. یعنی ببینید ما دو آدم رو بیان کردیم، آدمی که ظاهرش اسلام است مسلمان است، آدمی که ظاهرش کفر است کافر است، آدمی که ظاهرش شرک است مشرک است. اما یک آدمی هست که ما از او آدم نه اسلام را دیدیم نه کفر و شرک را دیدیم. آدمی، این را در علم عقیده میگن که مجهول الحال، انسانی که حالش مجهول است. در سرزمین اسلام یک دولت اسلامی است، یک آدم دیدید ریش ندارد، لباسش اسبال است، لباسش نمودش خودی که کافر برین است، در سرزمین اسلام مجهول است، علامت اسلام ندارد. در صحرا یک آدمی همچنین دیدید. اگر دولت اسلامی باشد، پس اگرچه ظاهرش مثل کافرها هست نمودش، اما از او عملی شرک اکبر، کفر اکبر ندیدید، عملی اسلامی هم ندیدید، حتی یک انسان رو واخوردید. در دارالاسلام حکم این اسلام است تا انیق شدنش. اما اگر در دارالکفر بینید یک آدم نشناسید، از وی اسلام هم ندیدید، کفر هم ندیدید، یک آدم یک بار دیدید، نه مسلمان بودنش معلوم نه کافر بودنش معلوم، اگر دارالکفر باشد او کافر گفته می شود. این رو نامش رو مجهول الحال میگن. یک آدمی که حالتش رو نمیدانید، حالتش مجهول است، در دارالاسلام حکم اسلام داده می شود و در دارالکفر حکم کفر داده می شود تا انیق شدنش. بارک الله فیکم. این نقطه ها به نهایت نقطه های نازک است و این نقطه های هست که مخالف مذهب خوارج و مخالف مذهب مرجعه های غلات زمان است، که مرجعه ها هم در دارالاسلام هم در دارالکفر انسانی که نمیشناسند، از او علامت اسلام ندیدند، او را مسلمان میگویند. خوارج ها هم در دارالاسلام هم در دارالکفر اسلام ظاهری را، علامت اسلام را بینند، هم اون را کافر میگویند. مرجعه ها مشرک را، علامت شرکش را بینند، هم یا که بگیم شرک اکبر را بینند، هم در دارالکفر هم در دارالاسلام مسلمان میگوید. اهل سنت و الجماعت اگر علامت ظاهری اسلام را بیند مسلمان میگوید، اگر عملی کفر شرکی را بیند مشرک میگوید، اگر نشناسد نه عملی اسلام نه عملی کفر بیند، دارالاسلام یا دارالکفر کتی حکم میکند. در سرزمین اسلام باشد حکمش اسلام، در سرزمین کفر باشد حکمش کفر است اگر حالتش را نفهمید. اما اگر ظاهرش معلوم باشد به ظاهرش حکم میکند. باذن الله سبحانه و تعالی شما با همین حقیقت مسئله را فهمیدید. این مسئله به نوعیت مسئله نازک است، به نوعیت مسئله ضرور است و امیدوارم که
شما این مسئله رو فهمیده باشید و همین است که ابو زرعة الرازی وفات کننده 264 هجری و ابو حاتم الرازی وفات کننده 277 هجری اجماع سلف رو ذکر کردن در این کتاب که عقیده اهل حجاز، مدینه و مکه و جزیره و اهل شام، اهل مصر، اهل عراق، اهل یمن، اهل خراسان، همه علمای سلف عقیدهشون انمین بود. این از عقیده های مشهورترین و معروفترین سلفی این امت است که اینجا علمای سلف این را ذکر کرده هستند. به اجماع نقل کردن که به اجماع هیچ کسی به این عقیده مخالفت نمی کرد که ما به ظاهر حکم میکنیم. امروز مدخلی ها برآمدند، حزبی ها برآمدند، دو سه جاهلک ها برآمدند از افغان و این و آن، میگویند که اگر انسان شرک اکبر را کند هم، کفر اکبر را کند هم، دلش مسلمان است. برای همین ما او را کافر نمیگیم. ما میگیم که دل او را تو از کجا فهمیدی؟ از دل او چه خبر پیدا کردی؟ آیا به تو وحی از جانب الله آمد یا به دل او یگان راه داری؟ انمین است مخالفت اونها به دین. از دل او خبر ندارد اما غلو کرده و او را مسلمان میداند. مدخلی ها گمراهیشان در همین جا است. میگویم که مشرک باید مشرک گفته شود. چرا مشرک را مشرک نمیگویی؟ مدخلی گمراه مرجئه الغلات میگد که دلش مسلمان است. حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکند کافر است یا مسلمان است؟ اهل سنت میگن که کافر است. مرجئه الغلات مداخله و حزبی ها میگن که مسلمان است. ما میگیم که چه مسلمان است؟ ظاهرا عمل کفر و شرک اکبر را میکند کو؟ مدخلی میگوید که قلبش مسلمان است. اناکنون دیدید که عقیده مدخلی این مرجئه های غلات، این مدخلی ها، حزبی ها، اشعری، ماتوریدی، صوفی، دیگر اینها مخالف به مذهب بی سلف و مخالف به اجماع سلف هستند. قلب انسان را اینها از کجا میدانند؟ در قلب آیا ایمان است یا ایمان نیست؟ آیا کفر است یا کفر نیست؟ ما نمیدانیم. این را الله میداند. ما به ظاهر حکم میکنیم. از همین جهت در نزد ما منافقی که ظاهرا اسلام را نشان میدهد و باطنش کفر اکبر است، اما ما او را مسلمان میدانیم ظاهرا، برای که ما نمیدانیم درون او را، باطن او را. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره منافقان را تکفیر نکردند، اگرچه دانستند خودشون، اما صحابه ها نمیدانستند کی منافق است. همه نمیدانست. چرا تکفیر نکردند؟ منافقا اصلا کافر بودند. برای که نفاق چیست؟ ظاهر کردن اسلام، باطن و پنهان کردن کفر اکبر است. پیامبر برای این حکم نکردند که منافقا را کافر نگفتند که این حکم به ظاهر آنها موافقت نمیکرد، به دل آنها موافقت میکرد و این حکم سبب فتنه و سببی در آینده به امتشان وزمینی بود. از همین جهت الله پیامبر را حکم کردن به منافقا را منع کرد و منافقا را الله خودش گفت فی الدرک الاسفل من النار، اینها داخل دوزخ پایان ترین دوزخ میشن، زیرا که آنها ظاهرا مردم را فریب میدن مسلمان و باطنشون کفر است. منافقا در بین صحابگان بودند اما نفاقشون پنهانی بود، در درون دلشون بود، برای همون تکفیر نمیکردند. اما اگر همون منافقا شرک اکبر را نشان میدادند، کفر اکبر را نشان ظاهرا میدادند، تکفیر میشدند. اونها نشان ندادند. خوب فهمیدید ان شاء الله. همین مسئله را اگر فهمید، باور بکنید هم مذهبی خوارج را شما در یک لحظه زیر پا میکنید و نابودش میکنید و شکست میدهید و از فتنه های خوارج ها نجات مییابید، و هم مذهبی باطل مرجئه و غلات اونها و جهمیه ها به شما شبهه کاریده نمیتواند و از این مذهب ها خود را حفظ میکنید و این مذهب های باطل را در یک لحظه به شکستی میبرید. این را میگویند قاعده و اصول مذهب اهل سنت و الجماعت در اساس اعتقاد سلف این امت. بارک الله فیکم. بله، این اعتقادی که ما به شما بیان کردیم به اجماع نقل شده است. حیاکم الله
و یک. پس به اذن الله امیدوارم که این مسئله به شما بیان شده باشد. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و ان شاء الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده باز دیگر مسائل این کتاب را به شما بیان خواهیم کرد.